اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. شیخ عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات میگوید با هماهنگی وزارت تحصیلات عالی امتحان کانکور پهنتون‌های خصوصی پس از این توسط اداره ملی امتحانات اخذ می‌گردد. پوهنوال دکتر محمد طاهر عنایت مشاور وزارت تحصیلات عالی در اداره پیشین به کشور برگشت. آقای عنایت به دلیل امنیت سرتاسری در افغانستان پس از 8 سال به کشور برگشته است. رئیس عمومی اداره امور میگوید افغانستان اکنون از یک نظام باثبات و مستحکم برخوردار است. برای پیشرفت و ترقی کشور تلاش ادامه دارد و اهداف شوم دشمنان خنثی میگردد. شاروالی کابل میگوید در گذر هفتم ناحیه هشتم کار سرک فرعی آغاز شده است. ریاست ترافیک کابل میگوید با کنترل و نظارت پلیس ترافیک و رعایت قوانین ترافیکی از سوی رانندگان، رویدادهای ترافیکی در شهر کابل کاهش یافته است. به ارزش 605 میلیون افغانی کار پروژه پایپلاین گاز مزار شبرغان آغاز شده است. این پایپلاین 95 کیلومتر طول دارد که از منطقه خواجه گورک ولایت جوزجان آغاز و به بلخ ختم می شود. این پروژه در مدت 3 سال از بودجه امارت اسلامی تکمیل خواهد شد.